جنتی داره میاد. جنتی خدمت میهمانان ارجمند و گرانقدر، مدعوین عزیز و اصحاب رسانه خیر مقدم عرض میکنیم. مقتدر پیروز قهرمان هم سلام میکنم و دعا میکنیم برای پیروزی کامل اونها. وزیر محترم امور خارجه، خانواده های معظم و معزز شهدا، تعدادی از خانواده های معظم شهدا در کدام خود وفا کنید و سوگندهای خود را پس از استوار کردن آنها مشکنید، با اینکه خدا بر خود ضامن و گواه و انسانیت قرار خواهد داشت. متاسفانه تنزایی و تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت در سرزمین‌های فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس در نهایت بیرحمی در حال انجام است. تاریخ در حساس‌ترین زمان